تصاویری که می‌بینید این تصاویر زنده و هوایی هستش که از مراسم تشرییع و مسیر تشرییع پیکر پاک و مطهر قائد عظیم و شأن ملت تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنه. تصاویری که می‌بینید تصاویری که انتهایی ندارد، تصاویر هوایی که هر آنچه بالگرد صدا و سیما میچرخد اما به انتهای آن نمیرسد.